با 3 تا حرکت توی این یه قلابه میلیونی بسازم. یک، با 2 تا انگشت روی نوار ویدیو زوم کن، بعد یک کی فریم بزن، برو جلوتر دوباره یک کی فریم دیگه بزن، بعد بیا اول روی ویدیو خود زوم کن. بعد برید توی موزیک، توی قسمت افکت ها، افکت هیتس رو اضافه کنی. 2، روی گزینه تکست بزن، اولین حرفی که تو ویدیو میگی رو بنویس، بعد لایه‌اش تا آخر بکش. بعد توی گزینه‌ها از ترکینگ، گزینه ترکینگ رو پیدا کن، روی ترکینگ بزن، بعد این گزینه رو بزن، روی صورتت بزن. به این صورت باعث میشه که اون نوشته با صورتت جابجا بشه. 3، لایه تکست رو میزنی، بعد پلی میکنی. هر جایی که حرف جدید زدی، کلمات جدید رو گفتی، گزینه اسپلیت رو میزنی و کلمه جدید رو اضافه میکنی، اون کلمه رو عوض میکنی. اینجوری لایه تیکه تیکه میشه و میتونی حرفایی که میزنی رو زیرنویس کنی.